ولی با تمام این اوضاع ما به دنبال اینیم که به اینا ثابت کنیم که ما به دنبال جنگ و ناآرامی نیستیم، ما به دنبال صلحیم، ما به دنبال امنیتیم. این شیطنت هایی که اینا میکنن کاریست برای این که نذارن ما در کشورمون بتونیم با قدرت مشکلات خودمون رو حل کنیم و میخوام بر ما اونقدر مشکل ایجاد کنن که مردم رو نسبت به ما و نسبت به حکومت ما بدبین کنن. الوطني في مدينة رژیم صهیونیستی به صورت فعال حمایت می‌کرده از گروه‌های مختلف تروریستی. هدف هم روشن هست، هدف هم تضعیف مقاومت و سوریه به عنوان یکی از محورهای اصلی مقاومت در برابر اشغالگری و هم به عنوان روشی دیرپا از سوی رژیم صهیونیستی برای ناهمسازی کل منطقه، برای